در تاجیکستان آماده کردن کودکان برای تحصیل از جهت اقتصادی سال تا سال دشوار می شود. با نظر داشت این حال بسیاری از والدان در دوام سال پول جمع می کنند. امسال به حساب میانه برای تهیه لباس مکتبی و خریداری کتاب و دفتر برای یک طلبه مکتب رو تا 1000 سومانی یعنی بیش از $110 امریکا صرف خواهد شد. اصلا مکتب کتاب های درسی را به طلبه ها باید به طوری رایگان بدهد، ولی والدان میگویند که آنها برای کتاب باید از 50 تا 80 سومانی پرداخت کنند. سالهای پیش در سراسر کشور یارمارکه‌های مکتبی تشکیل می شد که لباس مکتبی، کتاب و دیگر اشیای ضروری تحصیل را با قیمتی پایان می فروختند. ولی سال روان به گفته ساکنان پایتخت تاجیکستان نرخ در یارمارکه‌ها از فروشگاه‌های معمولی فرقی ندارد. در سال نو تحصیل تخمیناً 2 میلیون کودک و نورس به مکتب می روند. همه آنها باید لباس استحصال وطنی را در بر کنند.